خیلی خوب بچه‌ها، همونطور که از تایتل و تامنیل ویدیو فهمیدید، میخوایم تو این ویدیو بهتون آموزش بدیم که تبدیل به ماب‌های ماینکرافت بشید، ولی توی موبایلتون. و برای این کار فقط کافیه که وارد چنل تلگرام ما بشید. لینکش هم برای همتون زیر ویدیو گذاشتم. خب بعد اینجا که وارد چنل تلگرام شدید، اینجا براتون چیزای مختلفی گذاشتم، مثلا اون اولیه شیدره و میایید آخرین، یعنی این یکی رو دانلود میکنید. حالا از قبل من دانلودش دارم. میاید و زمانی که دانلودش کردید روی این عکس فایلش کلیک میکنید. خب اینجا که کلیک کردید، من برم وارد ماینکرافت شم بهتون بگم چیکار کنید. اوکی؟ راستی بچه‌ها یادم رفت چیزی بهتون بگم. حتما دقت داشته باشید ماینکرافتتون جدیدترین باشه و کلون شده نباشه. جدیدترین هم نباشه نداره، بالای 1.20 باشه، ولی کلون شده اصلا نباشه. اوکی؟ کلون شده مثلا اونی که زیرش یه چیز سبز نوشته، اصلا اونجوری نباشه، چون اگه اونجوری باشه نمیتونید واردش بشید. و خیلی خوب بچه‌ها، وقتی وارد ماینکرافت میشید براتون یه دونه ایمپورت استارتد میزنه و زمانی که اون ایمپورت استارتد تموم شد، فقط باید بیاید و یه دونه مپ جدید بزنید. مپ جدید رو که زدید، اینجا باید برید و توی قسمت ریسورس پک، وقتی رفتید تو ریسورس پک، اینجا همین اوند رو میبینید، باید بزنید روی اوند و اینجا مورف رو پیدا کنید. مورف رو که پیدا کنید اکتیوش کنید و زمانی که اکتیوش کردید فعال میشه. اوکی؟ و بعدش باید بیاید توی اکسپریمنت و بقیهشون مهم نیستن، فقط upcoming creator features رو فعال کنید به همراه بتا API. این دوتا رو باید فعال کنید، حتمانیه. و بعدش هم باید بیاید اینجا توی قسمت چیتز. این چیت اولی، این روی بعضی از گوشی ها فعاله، روی بعضی هاشون هم فعال نیست. اوکی؟ و زمانی که اینو بزنید بعد بذاریدش روی نورمال و مپتون رو بسازید. زمانی که مپتون رو ساختید، زمانی که وارد خود گیم شدید، اینجا بهتون 2 تا چیز میده. یکیش که این کتاب است که اصلا به درد مفتم نمیخوره و یکیش اینه که شبیه ساعت بنتنه. حالا بذارید من کریتیو کنم یه دقیقه. و زمانی که این ساعت بنتن هر چی که هست رو بگیرید دستتون و نزدیک هر مابی بشید و حواستون باشه تو دستتون باشه این ساعته. مثلا بذارید من الان یه دونه شیپ اسپانگ یا مثلا هر چی، نگاه کنید الان مثلا من بغل یکی شدم، اونو به توتی مثلا الان مثلا من این گوسفند رو میذارم، اینو میگیرم دستم، میتونم تبدیل به گوسفند بشم. و واسه تبدیل شدن فقط کافیه بشینید و نگه دارید روی صفحه. مثلا نگاه کنید من الان میتونم تبدیل به اینا بشم، مثلا الان توتیم، میتونم پرواز کنم اینجوری به این شکل. و به همین راحتی میتونید تبدیل به ماب‌های مختلف بشید در ماینکرافت. بعد چنلم ساب کنید، این ویدیو هم لایک کنید. مرسی که تا آخر ویدیو با هم بودید. تا ویدیو دیگه فعلا خداحافظ.